برندی که دارین. برندی که دارم استفاده میکنم از لیپ گلاس برند کریولاین هست. با توجه به سلیقه مشتریت میتونی این مرحله براق کننده یا هایلایتر رو داشته باشی، میتونی هم نداشته باشی. از برند فراروسی استفاده میکنم. روی قسمت هایی که میخوام هایلایت بزنم یه مقدار روی استخوان گونه‌شون هست. بچه‌ها این مرحله خیلی سلیقه‌ایه، چون ممکنه اصلا مشتری تو بگه من دوست ندارم صورتم براق بشه، یا حتی میتونین هایلایترش رو یه ذره ملایم‌تر براش بزنین. اگر سلیقش بود میتونید از هر برندی هایلایتر رو استفاده کنید. میگم من الان از برند فراروسی استفاده کردم. یه هایلایت روشنی خیلی کم و ملایم رو به پوست دادیم. بچه یه مقدار ابروش رو با الکل پاک میکنم، چون قطعا توی ابروها مواد آرایشی میره وقتی دارید میکاپ میکنید. ابروهاشون هم تیره است. دغدغه خیلی از شماهایی که مشتریایی دارین که ابروهای تیره دارن، میتونید با ریمل های ابروتون رو یکم روشن کنید. اصلا آکوا نزنین، سایه پودری نزنین، کار عجیب غریب با پوست مشتریتون و ابروی مشتری که تیره است نکنید. یه مقدار من همیشه بهتون پیشنهاد میکنم که ابروهاشون رو حالت لیفت کنید. تکنیک لیفت ابرو باز هم توی فصل 1 و 2 تو فصل‌های قبلی بهتون آموزش داده شده. از ژلای لیفت استفاده می‌کنیم، حالا تو هر برندی که دارین. خب بچه‌ها، اول از همه ژلای لیفتتون رو به سمت پایین بیارین. چرا؟ ما می‌خوایم تمام موی ابرومون آغشته بشه به این ژل. به سمت پایین میارین، بعد دوباره به سمت بالا لیفتش می‌کنین. به سمت خود خواب ابرو لیفت کنین. خیلی عجیب غریب ابروی مشتریتون رو لیفت نکنید. خب بچه‌ها بریم سراغ سایه. چشمی که دارید می‌بینین حریم پلک داره و ابرو. چشمی که دارید می‌بینین یه مقدار پشت پلکش برجستگی داره و یه مقدار گوشه خارجی چشمش. باز کنین چشمتون رو به پایینه. می‌بینین اولا که این رو به پایینی رو ما از اول میکاپمون سعی کردیم که با تکنیک چسب بگیریم، یعنی همونطوری که شما می‌بینین رو به رو نگاه کنین. ببینید بچه چقدر این لیفت میتونه کمک کنه به یه لیفتی که یعنی نقطه‌ای که کار کردین هم گونه‌ش رو و هم پلکش رو به سمت بالا بیاره. کانسیلر رو پشت پلکتون میزنید. از برند میچانو برای یک کانسیلر اقتصادی میتونین استفاده کنید. یه برند گرون قیمت و ماموندگاری بسیار بالا اگر میخواین میتونین از برند تو فیس استفاده کنید. دختران با میکرو بلندرتون تمام سطح کانسیلرتون رو بلند کنید. حرکت های میکرو بلندر یا بیوتی بلندر های کوچیکتون کاملا به صورت ضربه ای باشه. از پالت سایه روز گلد استفاده میکنم، برند هودو بیوتی. یه رنگ قهوه‌ای که روش هنا نوشته. بچه‌ها کامل پشت سطح پلکش رو قهوه‌ای میکنم. چرا دارم از این رنگ استفاده میکنم؟ این یک میکاپ مدیوم هست، یعنی یک سایه چشم نه خیلی لایت و نه خیلی غلیظ هست که من معمولا این تکنیک سایه رو برای همراه ها پیشنهاد میدم. قلمی که دارم استفاده میکنم قلم بلندر هم هست و حرکت قلم بلندر روی پلکم به صورت رفت و برگشت هست. باز کنین پلکتون رو. ببینید بچه‌ها زیر خط پلک رنگ پررنگی از این رنگ قهوه‌ای رو داریم و بالای خط پلک به دلیل دورانی بودن و حالت قلم بلندرمون فقط یک مرز قهوه‌ای داریم. سایه رو تا قسمت انتهایی پلکشون میارین، چون قراره این پلک کشیده بشه. دقت کنید که بچه وقتی میخواید بکشید پلکش رو ببینید چقدر زاویه میره به سمت بالا. پس از اول تا گوشه خارجی رو میتونید به سمت پایین هم یه مقدار سایه‌تون رو بیارید. بعد با یه قلم بلندر تمیز شروع میکنیم مرز این سایه‌تون رو از بین میبریم. دقت کنید که این قلم
بلندری که الان میخواید استفاده کنید نباید هیچ موادی داشته باشه. پس ناحیه 1 2 3 از رنگ قهوه‌ای پررنگم استفاده کردم و مرزش رو به همین صورت به سمت بالا بلند کردم. همین کارو برای اون یکی پلکشون رو هم انجام میدیم. دوباره از رنگ قهوه‌ای، دوباره از قلم‌های بلندر سایز بزرگ و حجم زیادی از مواد قهوه‌ایمون زیر خط پلک. باز کنیم پلکتون رو، این خط پلکه، زیر خط پلک میزنیم و دقیقاً همون مراحل رو توی این پلکش هم اجرا میکنیم. خب بچه توی این مرحله از پنکیکم استفاده میکنم و پنکیکم رو دقیقاً زیر حریم ابرو میارم. قلمی که دارم ازش استفاده میکنم یک قلم سرتخت نیمه بلندر هست. برند قلمم از برند سفورا هست. دقت کنید که فقط زیر حریم ابروتون رو مواد بزنین. بچه دوباره از کانسیلر هم میخوام استفاده کنم و روی همین قسمت پودرم، ولی کانسیلر رو فقط روی ناحیه 1 میذارم توی هر دوتا پلکم. کانسیلر رو فقط رو ناحیه 1، حریم کانسیلر تا زیر خط پلک باشه. یعنی کانسیلر همون لحظه که با قلم‌های سرتختتون گذاشته میشه باید به سرعت بلند بشه. کامل بلند میکنیم. این سمت رو هم همینطور. از شاین فوراور 52 استفاده میکنم و روی همین قسمتی که کانسیلر گذاشتم یک کوچولو شاین میزنم. بخواین ماندگاریش رو بالاتر ببرین میتونین از چسب های گلیتر نیکس استفاده کنین، ولی الان کانسیلری که زدم کانسیلر تو فیس بود، خودش بسیار چربه و چسبندگی داره و من نمیخوام خیلی این شاینم بولد باشه، یعنی میخوام به مرور زبان تا 1 ساعت آینده اصلا بریزه و حجم کمتری از گلیتر و اکریلیل رو داشته باشم. اگر دلتون بخواد ماندگاریش رو بالاتر ببرین، باز کنین چشمتون رو، میتونین از چسب نیکس استفاده بکنین. از این زیرساز سایه چرب استفاده میکنم، رنگ مشکی برای گوشه چشمش. بچه‌ها این کاملا سلیقه‌ایه، میتونین شاین بذارین میتونین نذارین. رنگ مشکی چرب رو روی ناحیه 3 بزنین، ولی به سمت بستر بن موژش نگه دارین، یعنی به سمت بالا نبرینش. چرا؟ چون باز بعد از اینکه ما بخوایم به صورت، ببینین الان دارم ضربه اینو بلند میکنم، هیچ زاویه‌ای نمیدم، نمیارم پایین نمیبرم بالا، همونجا روی همون قسمتی که هست آروم آروم بلند میکنم، ضربه میزنم. باز کنین چشمتون رو، چون وقتی که کشیدگی ایجاد میشه این خودش به سمت بالا میره. و بلافاصله روی همین مشکی و تیرگی رو از سایه پودریم استفاده میکنم، برند میکاپ فوراور. یه رنگ مشکی خیلی بی‌نظیری رو داره. دوباره به سمت بن موژش هر دو تا قسمت رو میذارم و بعد این خط و مرزی که افتاده رو الان بلندش میکنم. خب بچه‌ها داخل چشمش رو، ایشون چشمای درشتی داره، پس میتونین از رنگ‌های تیره استفاده کنین. اگر چشمای مدلتون ریز و کوچیک بود میتونین از رنگ‌های کرم یا سفید استفاده کنین. مداد مشکی رو برای پلک پایینش و لثه پلک پایینش میزنم به صورت رفت و برگشت. مداد رو مستقیم داخل چشم مشتریتون نکنین، آروم پلکشون رو به سمت پایین بکشید و نوک مداد رو آروم به صورت رفت و برگشت بزنید. این سمت رو هم همینطور. لثه پلک بالا رو هم مشکی میکنم. ببندیم.
از یه سایه رنگ قهوه‌ای تیره میخوام استفاده کنم که یه مقدار قهوه‌ایش قرمزی داشته باشه. الان دارم از برند بی پرفکت بچه‌ها استفاده میکنم، ولی شما رو هر پلتی دارین اصلا اشکالی نداره، میتونین از یه رنگ قرمز قهوه‌ای، در واقع قهوه‌ای قرمز استفاده کنید و دقیقاً زیر چشم رو و بون موژه رو قهوه‌ای کنید به صورت حرکت‌های رفت و برگشت. آروم. اگر لیفت میخواید بکنید و کشیدگی داشته باشه به سمت بالا، میتونید پلک پایینتون رو به سمت بالا بکشید. اصلا نگرانی این رو نداشته باشین که چسباتون ممکنه باز بشه. ببین انقدر این چسبا با چسب قدرتمند چسبیده که اصلا امکان باز شدن رو نداره و حتما وقتی که میخواید مدل شینیون بکنید باید از یک شینیونی استفاده کنید که حالت باز باشه موهاش، که روی این چسب ها رو لیفت کنه و بگیره. پلک پایین رو به صورت رفت و برگشت کامل قهوه‌ای میکنه. از رنگ مشکی استفاده میکنم دوباره برای سایه پودری مشکی زیر بن موژه. چون چشماشون درشت هست میتونید رنگ مشکی استفاده کنید. ببندین لطفا و تیرگی پایین رو به سمت بالا بیارید. دقیقا این سمت رو هم بچه عین همون سمت از زیر چشمشون رنگ مشکی رو میزنید زیر بن موژه به صورت رفت و برگشت با قلم های سرتختتون. انتها رو ببندین لطفا، انتها رو وصل میکنید به قسمت خارجی پلک بالاتون و بعد با یه قلم بلندر بلندش میکنید. بلندرتون ببندین رنگ مشکی داشته باشه. بعدش که بلندش کردین اگه هر کثیفی تو کارتون بود دوباره با یه قلم تمیز دیگه پخشش میکنین. خب حالا این مرزها رو باید با چی ببریم؟ با یه رنگ قهوه‌ای. از پالت روز گلد هدا استفاده میکنم. دوباره رنگ قهوه‌ای، مرز قهوه‌ای و مشکیه رو کامل مواد بذارین با قلم بلندر. این سمت رو هم همینطور. دوباره تمدید پنکیک رو میخوام بکنم برای زیر پلکشون. خب با پنکیک دوباره زیر ابروتون رو تمدید کنید. روبرو لطفا. خب بچه ها چشمتون رو باز کنین. چشم یه مقدار حالت گردی داره، به خاطر همین حتما با دستتون پلک رو بکشین بالا، بگین پایین رو نگاه کنه. از موژه های گوشه بلند استفاده میکنم. با اپلیکاتور همون کامل موژه رو میزنیم روی ریل اصلی بن موژه خودشون. یه چند ثانیه نگه دارین تا موژه‌تون بچسبه. باز کنین ببینم مدلش رو. مرسی. بالا رو نگاه کنید بچه، به موژه های اصلی خودش ریمل میزنم. اصلا به موژه مصنوعی ریمل نزنید، بخاطر اینکه میخوام خیلی طبیعی باشه موژه هاش. موژه ای که استفاده کردیم از برند لولیتا از امیر لنز بود، از پیج امیر لنز گرفتیم. میریم برای خط چشمشون. ببینید بچه ها استاندارد چشم ها برای خط چشم این هستش که وقتی روبرو رو نگاه میکنن بین دو تا چشمشون یک فاصله چشم باشه. باز کنین چشمتون رو. چشم های ایشون تقریبا استاندارده، برای هم میتونه باز کنین. لطفا از گوشه داخلی چشمشون خط چشم بکشین. اگر چشم هاشون ریزتر بود خط چشم رو ناحیه یک کار نکنین.
توی این مرحله از یک سایه پودری مشکی میتونین کمک بگیرین. اگر دلتون بخواد انتهای خط چشمتون یه مقدار فید تر باشه با سایه پودری، یعنی خیلی اون خط و لاین خط چشمتون مشخص نباشه، با یه قلم بلندر سایز متوسط و یکم سایه پودری تا زمانی که هنوز خط چشمتون خیسه میتونین از یه سایه پودری مشکی استفاده کنید و روش بزنید. قسمت خط مشکی و سایه بالام رو با پلت سایه روزگل و رنگ قهوه‌ای بلند میکنم. خب بچه ها خط چشمشو زدیم، یه لنزم که برای خودشون گذاشتن. نوبت این کشهای لیفت جذاب شقیقمون میرسه. به اندازه‌ای که میخواین و در جهتی که میخواین کشهای لیفت رو میکشین و لابلای شینیوناتون میبرید. این مو باید حتما باز باشه. ببینید بچه ها انتهای کشهای لیفت قلاب داره، یعنی میتونه تو یه جایی به هم برسه. برای همین اصلا نگرانش نباشین. بریم برای اینکه یکم موهاشون رو باز بذاریم، شینیون کنیم و این کشها رو براتون نصب کنیم و کشها رو ببندیم که شما فاینال کار رو ببینید. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down.